سوال میشه مولانا صاحب، رونالدو خیر میکنه، رونالدو یتیمو را نگاه میکنه، میسی نمی چی میکنه، فلان میکنه، و مسکوفیرن خیری هم و قبول میشه. بله چقدر که شما خیر میکنیم، خدا خیر برای خیرمون یا بلا را دور میکنه، برای خیرمون مریضی را دور میکنه، برای خیرمون اجر میتوان در آخرت. اوورم در همین دنیا یا بلا را سرشون دور میکنه، خیرشون چقدر که یک میتیم 10 میگیریم، اوورم یک میتن در عوض 10 میگیرن. اوودم در همین جا اجر پاداش میده، اوام تصادف دارن، آواریا دارن، اوام رنگ شما خیرای میکنن، بوگاتی قطعی میگرده رونالدو 350 های میکنن. همون صدقه هاشه که تا یگان دولن ما که صدقه نداریم ولازل خدمه سه با میکنم طلباس میکنم. برادران گرامی، شما نوار دیدین که کدام شخصی به مولا باختری قبرپرست سوال میته که آیا صدقه و کار خیر رونالدو که یک بازیکن کافر بیدین است، آیا اعمال از این قابل قبول است، صدقهش قابل قبول است؟ همین مولا باختری قبرپرست در جواب از این فتوا میته که بله، میگه صدقه از تا چند برابر میشه مثل مسلمان ها، میگه قابل قبول الله متعال است، در حالی که در اسلام شروط قبولی اعمال و عبادات اسلام و ایمان است که یک شخص مسلمان باشه و با ایمان باشه. یعنی اگر شخص کافر باشه، مشرک باشه، اگر شب و روز تماما مکاتب و مدارس و مساجد هر آن چیزی که هست بنا بکنه، آباد بکنه، برای مسلمان ها خدمت بکنه، یعنی این عمل خوب گفته نمیتونی و این هرگز گفته نمیتونی که چی است، کار خیر است، کار صدقه است و الله متعال را قبول میکنه. به خاطر محبت دنیا اینها این ملاها تباه شدن و هزاران زن و مرد دیگر را هم به طرف جهنم دعوت میتن. وای بر حال کسایی که پیرو از این ملاهای شکم پرست هستند و عقیده خود را بجای از اینکه از قرآن و سنت بگیرن و میرن از این ملاهای دین فروش قبر پرست میگیرن، از این ملاهای ماتریدی میگیرن، از این ملاهایی که عقیدهشان در حقیقت ماتریدی است، به دروغ میگن ما حنفی هستیم. اینا در حقیقت قبر پرست هستند، مردم رو به طرف شرک و کفر دعوت میتن، مردم رو به طرف جهنم دعوت میتن. بر حذر باشید برادران و خواهران مسلمان.